پیش از سر کردن ویدیو کانال خواهر اسلامی من را که با نام طعم‌های بالذات یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه می‌کنم. کانال نو و این کانال درآمده میتونید تمام نازک‌های پزندگی را آموزید، یعنی شیرینی، تارت و کلچه و غیره ها را. حتما ما خواهرمان را دستگیری میکنیم یا رو دوستای دعوت میکنیم، یعنی подписаться میکنیم، لایک میمونیم، کانالشان یعنی دستگیری میکنیم. انشالله با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. من پایین همین ویدیو با یعنی کانالشان ذکر میکنم، حتما در آمده آبونه شدن را فراموش نکنید دوستان. از کانال پخت و پزهای خانگی یعنی سلامی خود را رسانید. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود راگالیک سامبوسا تیار میکنیم. نمودش جایبات زیبان بیاد. محصولات لازمه برای ما: 400 گرم آرد، 150 گرم масла. جای масла روغنی رستنی استفاده بریدن میشد. من 100 میلی لیتر شیر کیفیر سمیتانه چیکی باشد، یعنی وایرانش دیگه باشتم یکان کار نمیکند. خمیری یعنی سامبوسا بر یک دانه تخم من کمتر разрих و نمک گرفتم. انمی محصولات برای تیار کردنی یعنی خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما با فیض و برکت و قدرت. ما در اول میگیریم کاسه و آرده. ما آرده حتما разрих لامه آمیخته میکنیم و همراه میکنیم یعنی масла ها چه باشد، یعنی ملایم یا که سخت فرق ندارد. ما اکو آردو یعنی масла резонак میکنیم. بسم الله. یعنی آردو масла ما باید این طور резонак شود. ما اکنون همراه میکنیم یعنی همین سمیتانه یا که شیر کیفیر چیکی باشد و تخم همراه کرم. اکنون نمکامه همراه کرم خوش رو خمیری سخت کک تیار میکنیم. باید خمیرمان امتر زردی یعنی شیردار تیار شود. ما اینه پاکت بگرفته یعنی به مدتی 1-2 ساعت خلادیلنیک میمونیم. برای начинка با ما چه لازم: 4-5 دانه пиёз، 2 دانه کартошка اتیارکا گذرانیدم. اینجا با فرش و کمتر گوشت همراه برم. من равгани گاوینی майда ریزه کردم کвадратик، намак، приправа паприка، مرچ و زیره. همشه رو آمیخته میکنیم. خمیرامه که باز واله های یعنی تقسیم کنیم دامگیری سبب خلادیلنیک ماندن. اما همین که خمیرامه یعنی پیستاشنی خوشرون بیاد اگر ما خلادیلنیک بمانیم گر. من که زواله چیم گیریم چخل خواهید کلانتر مایده تر خواهید مایده تر یعنی زواله چیم گیرید. خوشرو یعنی زواله چی گرفتم. من کمتر دم داده بعد میکشم زواله چیه. از ولوچه خوشروتون میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاد آسان طرزی تیار کنیش در یک دم یعنی سامبوسیچی ما تیار میشه. یک شده ما میگذاریم یعنی начинка. یک طرفش باش رو начинка میگذاریم. اینطور ما محکم میکنیم باشه. начинка رو یعنی محکم میکنیم. ما در رزکچه شکل میبریم. چند که یعنی بیاد شرط نه شماره چند باشه. ما در رزکچه شکل بریدیم. در رزکچه شکل بریدیم. من طرز پیچاندن شکل از این طرف مابین مونده ما اول اینو میگیریم. یک تا از این طرف میگیریم ایکس شود اکو مابیننگی میگیریم. با من یک تا مابین مونده یک تا ایسو میگیریم یک تا همینه میگیریم. تماما یعنی طرزی پیچانیدنش عادی.
این طور من گوشت رو میپیچونم. نگاه کنید چقدر اومد. من یعنی نمودی سمبوسی ما. نه تماما قینه، یعنی ابید یعنی اورژینال میتونید در یک دم یعنی تیار کنید. عادی محکم کنیم. من آخری ماندیشه یعنی در روزکتشک میبریم. بریدیم. من اولش من مابینش ایکس شود. من با مابیننگی میگیریم. من یک تا مونده اینش میگیریم. من با کو اینه میگیریم. یعنی همه بستگی ما همیشه تقبه میگیریم. من نگاه کنید یعنی نمودش چقدر اومد. ما انکا نمین یعنی بستگی همه همیشه شروع تقبه من میگیریم. تکی سمبوسه با ماندگاه یعنی کشوده نمیشه. نمین طور من بستم. من شروع نچینکشه مانده من ریزه کرم. ما میگیریم یک کمه. دویوم مانده من سیومشه میگیریم. من این ماندگی همه من اینه این طرف با اینه من ایسون با. نگاه کنید خودش یعنی پی و اشته میرد ایکس ایکس پی لوس بایم. نگاه کنید چه خوش رو آمد. ما کنیم اینه یعنی آخرش میگیریم پشته محکم میکنیم. پشته همیشه من زیر میکنیم یعنی تکی سمبوسا ما بمیمونن. خودش من همین ایکس ایکس امجبه میستن. من سمبوسه چی ما یعنی تیار شروع پیچنده ما اکو یعنی زردی تخم کنیم بشروع. نگاه کنید چی خیلی من نمودش. خیلی که من شفقه که هر نمود равганчи پزن بسیارم موقع خیلی دشواره و خیلی که اینترس نچگم با به حواس میپذی به حواس با استعمال میکنم. من کمتر یعنی 30 دانه میپاشم. خیلی خواهید ما کنجید چی باشه پاشید میشه. با مدتی 40-45 دقیقه 200 درجه تفتانه مابینشنده پخته میگیریم. چگونه ببینید سمبوسه ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه خیلی زیبا اومد. من جایی یعنی بافتگی اومد چه خیلی اومد. من خوش رو یعنی ایستاده است. من پشتاشم پشت سرخ پخته است. ما کو من در نشه شکستم بینیم چه خیلی اومده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی داخلی سمبوسه ما حمیروش rezonaki عجایبات. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، подписаться کنید، یارو دوستای دعوت کنید. ان شاءالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.